مجبور شد که لشکر خود را برای محاربه به دشت نزد شهر برآورد. در زد و خوردی به عمل آمده لیدیگی ها شکست خورده به شهر خفا نشستند. بعد 14 روز محاصره لشکر فارس ها شهر سرد را اشغال کرد. این حادثه در بین ماه‌های اکتبر دکبر سال 547 تا میلاد رخ داد. اتفاقچیان لیدیا فرصت نیافتند که به یاری بیایند. کوروش عالی همتی ظاهر کرده کریزی به اسیر افتاده را عفو کرد. او تبله نام فارس را حاکم لیدیا تعیین کرده در شهر سرد دسته جنگاوران فارس را جایگیر نمود و خودش به هنگمتن برگشت. بعد رفتن او لیدیگی ها شورش برداشتند، اما لشکر فارس ها با سرداری مزر آمده شورش را پخش کرده شهرهای دیگر آسیای خرد را نیز اشغال نمود. بعد مزر گرپگ ماد حاکم لیدیا تعیین شد و شهرهای باقی مانده یونانیان آسیای خرد را تصرف نمود. این همان گرپگی بود که در اشغال کردن ماد به کوروش یاری داده بود. طوری که می‌بینیم کوروش به شخصان صادق و لیاقتمند منصب‌های بلند دولتی را می‌داد و در اکثر موارد آنها وظیفه‌های به دوششان گذاشته را عهده برایانه و با مسئولیت تام اجرا می‌کردند. درباره ایران شرقی و آسیای مرکزی را اشغال کردن کوروش مورخان یونان قدیم و سرچشمه‌های دیگر معلومات خیلی ناچیز و پراکنده دادند. تمام عالمانی که درباره هخامنشی‌ها اثر نوشتند این معلومات را استفاده بردند. هرودوت نوشته است که بعد لیدیا را اشغال کردن کوروش در سر راه او بابلی‌ها، باختری‌ها، سکایی‌ها و مصری‌ها می ایستادند. به قول کتیسی در جنگ با باختری‌ها کوروش گاهی موفق می‌شد و گاهی ناکام. باختری‌ها تنها بعد فهمیدن آن که کوروش پسر شاهیمات استیک بوده است از مقابلت دست کشیده به او تابع شدند. از این اخبار برمی‌آید که کوروش توانست با راه گفت و شنید باختری‌ها را به بس کردن جنگ مایل سازد.